طبق چه قانونی باید خوشم بیاد؟ چرا همچین سوال احمقانه ای میکنی؟ داری از دوست داشتن حرف میزنی. وقتی باهات حرف میزنم نزدیکم وایسا پسر. سرت بالا باشه لعنتی. ازت یه چیزی پرسیدم. طبق چه قانونی باید ازت خوشم بیاد؟ هیچ. تو مگه هر روز غذا نمیخوری؟ وقتی سوال میکنم جوابمو بده. پس یا سوخته تو وقتی خونه منی آخر جمله یک کلمه قربان اضافه کن. هر روز غذا میخوری؟ سخت بالای سرت هست؟ لباس تنت داری؟ به نظرت دلیلش چیه؟ شمایی لعنتی. اینو که خودم میدونم، ولی دلیلش چی میتونه باشه؟ چون منو دوست داری؟ چون دوست دارم. هر روز صبح میرم بیرون با اون مخملای عوضی سر و کله میزنم چون دوست دارم. تو احمق ترین آدمی هستی که تا حالا دیدم. من وظیفمه، مسئولیت رو دوشمه. یه مرد باید از خانواده‌اش مراقبت کنه. تو خونم داری زندگی میکنی، شکمت با پول من سیر میشه، رو تختی که من خریدم میخوابی چون پسرمی. نه به خاطر این که ازت خوشم میاد، به خاطر این که وظیفم مراقبت از توه پسر. بذار قبل از اینکه خیلی دیر بشه یه چیزی رو برات روشن کنم. لزومی نداره ازت خوشم بیاد. آقای رند به خاطر اینکه ازم خوشش میاد بهم حقوق نمیده، بهم پول میده چون بهم بدهکاره. من هر کاری که وظیفم بود برات انجام دادم، بهت زندگی دادم. توافق من و مادرت به دنیا آوردنت بود، نه دوست داشتنت. حالا به زندگیت برس و نگران این نباش که کسی ازت خوشش میاد یا نه. فقط مطمئن شو که برات کار انجام میدن پسر. میفهمی چی دارم بهت میگم؟ پس از جلوی چشمم گم شو و به کار تو فروشگاه A&P بچسب.